سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. توی این ویدیو قرار دو تا دیگه از خفن‌ترین مودهای ماینکرافت رو بهتون معرفی کنم. اولین مودی که بهتون قرار معرفی کنم ایکس‌رو مینی مپه و دومیش ایکس‌رو ورلد مپه. ورلد مپ میاد چیکار میکنه؟ ورلد مپ میاد یه دونه مپ خیلی بزرگ به این بازی اضافه میکنه که شما میتونید با دکمه ام رو کیبوردتون وارد شید، جایی که میرید و یه جایی نشون میده. برای مثال من اینجا رفتم تا یه ویلیج و اینا رسیدم، اینجا هم یه ویلیج دیگه و کل مپ رو بهم نشون میده. مینی مپ هم میاد یه سری چیزای جدید به بازی اضافه میکنه. برای مثال گوشه صفحه یه دونه علامت وی پوینت که وقتی اینو بزنید و ازش استفاده کنید یه جایی اونجایی که هستید یه دونه وی پوینت میذاره و اگر از جا دور شید میتونید خونتون رو یه جوری پیدا کنید. برای کسایی که خیلی فارم میسازن یا داخل سرور بازی میکنن چیز خیلی خوبی. و همچنین بچه‌ها قابلیت مینی مپ فقط به همین وی پوینت گذاشتن تمام نمیشه یه جایی و قابلیت دیگه ای هم داره. برای مثال یه مپ داخل گوشه صفحتون اضافه میکنه. و دیگه مرسی که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید. اگر خوشتون اومد تمام که ویدیو رو لایک کنید و تا ویدیو بعد خدا نگهدار.